درود، من بهزاد بلور هستم از تاجیکستان. این هفته آهنگی که افغان‌ها، تاجیک‌ها و ایرانی‌ها رو پیوند می‌ده و نگاهی می‌کنیم به زندگی ابوالقاسم لاهوتی، شاعر، آهنگساز و مبارز ایرانی. استاد لاهوتی از پایه‌گذاران شعر معاصر تاجیک. لاهوتی مهاجری بود که بعد از استقلال تاجیکستان به اینجا مهاجرت کرد، همون سالهای اول، و در این روزهای آخر ما با ایرانی دیگه اینجا آشنا میشیم، با آران، خواننده ایرانی که در اینجا میزنه و میخونه با این آهنگ. شدم درگیر تو توی شب سرد، خیال کردم که پابندت نمیشم، بغل کردم تو رو بی پرده با عشق، حالا با عطر تو دیوونه میشم، میخوام دوری کنم از تو ولی باز یه احساسی همش یادم میاره که تو خوبی منم دستاتو میخوام، نمیشه رد بشم راهی نداره، دلم میخواد که دست تو توی دستم بگیرم، بگم چقدر دوست دارم برای تو بمیرم، دلم میخواد که دست تو باز توی دستم بگیرم، بگم چقدر عاشقتم برای تو بمیرم. چشامو روی دنیا بسته باشم، دلم میخواد که دست تو توی دستم بگیرم، بگم چقدر دوست دارم برای تو بمیرم، دلم میخواد که دست تو باز توی دستم بگیرم، بگم چقدر عاشقتم برای تو بمیرم. اینجا ساختمان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هستش. بابا چه دیوار قشنگی، جای خانوم ها البته درش خالی است. این ماکسیم گورکیه، یادگار دوران کمونیستی تاجیکستان، نویسنده بزرگ روس که خیلی از آثارش هم به فارسی ترجمه شد. کنارش صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات امروزی و مدرن تاجیک که اتفاقاً روی اسکناسشون هم هست. ایشون این آقاست. این هم مجسمه حافظ، خداوندگار حافظ سعدی که خیلی به خصوص محبوبیت داره و ما هم شعراشو در دبیرستان یاد میگرفتیم در ایران. و این هم فردوسی طوسی، نویسنده شاهنامه است که در تاجیکستان یکی رستم و سهراب و یکی هم کین سیاوش، خون سیاوش رو به صورت فیلم درآوردن، به دو زبان فارسی و روسی نشون دادن. و رودکی که اون بالا ایستاده که براش پارک هم اینجا درست کردن و خیلی بهش ارج میذارن برای اینکه از شاعران و ادیبان مهم دوران سامانی که این کشور بهش افتخار میکنه. کتابی به دست گرفته، اینجا چیزی از رودکی نوشته: دانش اندر دل چراغ روشن است. اینا هم سخنان نغزی از این شاعرانی که اینجا هستن. حافظ: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. و خیام می نویسه: یک دست به مصحفم، صفحه قرآن، و یک دست به جام. خدا. که اینجا هم مجسمش هست
مثلا خیام. در کنارش هم ابن سینا نشسته که روی اسکناس می‌بینی شما. این هم که گفتیم. و این هم مجسمه عبدالرحمن جامی، صوفی قرن 15 میلادی میشه که دیگه باید خودتون حساب کنید. این هم که شبیه جان اف کندی هستش، مجسمه میرزا ترسونزاده است که اتفاقا روی یک سامانی ایشون هستش. و جالبه در کنار ایشون ابوالقاسم لاهوتی هستش، یکی از مبارزان دوره مشروطه ایران، متولد کرمانشاه. اسم اصلیش ابوالقاسم الهامیه. در یک نامه که به برادرش می‌نویسه اینو متوجه میشیم. و ایشون نشریه بیستون رو چاپ میکنه در ایران و بعد نشریه‌های دیگه به زبان فرانسه و فارسی از ترکیه چاپ میکنه. در نهایت فرار میکنه به روسیه شوروی و در اونجا است که تاجیکستان رو کشف میکنه و به اینجا مهاجرت میکنه. و من اینجا فهمیدم که بذار جان یک نکته جالب، استاد ابوالقاسم لاهوتی با اینکه یک شاعری خیلی خوب بودن و خیلی از ترانه‌هاشون خودشون آهنگ ایجاد کردن و یکی از ترانه‌های بسیار بسیار معروف ایشون این ترانه کمرباریک است. فکر نکنید این مال افغان است. نه جدی میگم. آخه من از ظاهر هویدا فکر کنم خونده بود کمر باریک من شامت لاهوتی گفته بود. دقیقاً امسال 90 سال از ایجاد این ترانه میگذره. نمیشه هم چیز ازم نکنی. میلادی. نه جدی میگم. لاهوتی استاد شعر و ادبیات، 3 دیوان نوشته، روزنامه‌ها چاپ کرده در این کشور. میگن پدر شعر نوعه. کمر باریک من. آره دیگه. بریم تحقیق کنیم چی کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باریک ماما صفا کن، کمر باریک. کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باریک ماما صفا کن، کمر باریک. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دلخانه تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باریک. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باریک. کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، ماما وفا کن. کمر باریک ماما صفا کن، کمر باریک. برای کشف این که آیا واقعا ابوالقاسم لاهوتی این آهنگ رو ساخته و نوشته، رفتم به انستیتوی شرق‌شناسی شهر دوشنبه که ادبیات تاجیکستان در اونجا نگهداری میشه. استاد لاهوتی از پایه‌گذاران شعر معاصر تاجیک. آقای نبوی با اجازه شما پرونده لاهوتی رو مثل که اینجا هست. هست درسته هست. شعرهایی هست که بعدا به صورت کتاب در اومده. و این اون شعریه که ما دنبالش بودیم. کمر باریک. تمام. آهنگ کمر باریک اینجا به یار مسچایی معروفه، درسته؟ یار مسچایی است. طبق روایت خانومش این شعر زمان ایجاد شده است که لاهوتی در قطار همراه یک خانم با نام خانم گل مومینووا که دختر مسچایی بوده است در قطار همراه داشتن سفر میکردن و این دختر به شاعر به لاهوتی نقل میکند که در زادگاه او پسر و دختر که به هم عاشقند، دل داده‌اند، هنگام ملاقات میکنند با همدیگر شعر میگویند، به این وسیله احساس خود را به همدیگر بیان میکنند و این به لاهوتی الهام میبخشد و سرودی یار مسچاهی را میگه ایجاد میکند که میشه بخونین. یار مسچاهی بوتی تاجیک من، کمرباریک من، بیا نزدیک من، شام تاریک من، صبح و صفا کن. صلح و صفا نه؟ صبح و صفا کن. پس صلح و صفا نیست، چون همه جا میخونن صلح و نه صفا. تناسبه شام و صبح. و خیلی جاها ما نمیفهمیم بفهمه خواننده. پس بگین بقیه‌شان. با چگم بخونم. بله.
تو تا زلف پریشان شانه کردی. دو تا زلف پریشان. نه دو تا نه. تو تا زلف پریشان شانه کردی، مرا یک بارگی دیوانه کردی. اگر جادو نی پنهان ز مردم، در دل تنگ من چون خانه کردی. چون خواننده یار مچاهی. تبریک میگم. افتخار لاهوتی. با افتخار لاهوتی. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال گرگ گشنست که گرگ از های های چوپان نترسد کمر باری. کمر باری که من شام تاریک من. اینقدر حرف یار مسچایی شد که برای من خیلی جالب بود اصلا این مردم کی هستن، مال کجا و چه شکلی هستن. به همین خاطر در همون ساختمان آقای دلشار رحیموف رو ملاقات کردم، مردم شناس. خب اینجا اتاق بایگانی است. در اینجا نمونه های ترانه ها، روبایه ها، دو بیتی ها، بیت ها، ضرب المثل و مقال و دیگر همه چیه؟ انواع فولکلوری در همین اینجا حفظ می شود. این مسچاه که دربارش انقدر سروده شده شعر هست کجای تاجیکستانه؟ و مسچاه ناحیه کوهستان است که در وادی زرافشان جایگیر است و مردمی این مسچاه اصلا از همون سعودی تبارها هستند. مردم سعودی هستند که از باستان. بله از باستان، از شهرهای بزرگ سمرقند و بخارا و اینجا به سمت کوهستان سفر کردن، اونجا مسکن گزیدن. خب آیا مردم این انقدر زیبایی دارن، دخترای انقدر زیبا داره که در وصفشون شعر گفتن مثل ابوالقاسم لاهوتی؟ درست. منطقه مسچاه واقعا هم زیبا منظر است، هم مردمانی زیبا دارد و ما در بایگانی همین فولکلور تاجیک ترانه های زیاد داریم که در اونجا از مردم مسچاه مخصوصا از گل دختران مسچاه توصیف می شود. تو قاشی سیاه داری موی های دراز، در مکتب شورای تو میخوانی بناز. ترانه کمرباری یا یار مسچاهی که ابوالقاسم لاهوتی بین 90 تا 60 سال پیش در تاجیکستان ساخته و ضبط کرد، اصلا چه جور آهنگی بوده که به این شکل‌های مختلف بازخوانی شده؟ برای کشف نسخه اصلی این آهنگ رفتم به ساختمان رادیو تلویزیون ملی تاجیکستان. اینجا زیر ساختمان رادیوی تاجیکستان هستش و گنجینه بایگانی انبار تمام این نوارهایی که قبلا صفحه‌های گرامافون بوده و تبدیل شده به نوار. درست ما هم توی BBC همین شکلی بود تا قبل از اینکه به MP3 و CD اینا تبدیل شه. اینجا حتی میگن صدای خود لاهوتی است که شعراش دکلمه کرد، در محفلا بودن پر از آهنگ. آیا یار مسچاهی یا کمرباریک یا یار تاجیک اینجا هست؟ ما میتونیم با صدای خوب این آهنگو بشنویم. چه ببینید چه فهرست داریم نگاه میکنیم. پیدا شد. شما چی نوشته اینجا؟ یار مسچاهی، مؤلف آهنگ خلقی، مؤلف شعر خلقی. مؤلف شعر خلقی گفته شده. خلقی. در که لاهوتیه، میدونستید شما؟ میتونید عوض کنیم اینو. اینجا میتونید درستش کنید. بله. بعد شماره 24 اینجا چی نوشته؟ با هم‌آوازی گروه سوسوی ملی. آها. این نوار تاریخی خواهد بود. احتمال دیگر یکی برداشته گذاشته رو اینترنت. 26 هست. یاری مسچاهی خب 2 دقیقه و 15 ثانیه. یاری مسچاهی، تحفه فاضلова و انور ملاقندov که خواننده هاشن. پیدا شد اصل آهنگ. این یکی از گنجینه های فرهنگ مشترک ما هست که میشنویم. یار مچاهیم صبح صفا کن جفا دیگر بس است آخر وفا کن یار مچاهی. وقتی تاجیک من کمر باریک من بیا نزدیک من شام تاریک من صبح صفا کن جفا دیگر بس است
آخر وفا کن یاری مچایی تو با زلفی پرید تو با زلفی پرید شانشانه کردی مرا یک بارگی دیوانه کردی یاری مچایی بوتی تاجیکی من کمر باریکی من بیا نزدیکی من شام تاریکی من صبح صفا کن جفا دیگر بس است آخر وفا کن یاری مچایی اینجا در این محله خوب شهر دوشنبه است که زمان جنگ جهانی دوم بمباران کمتر ممکن بوده بشه و اینم خانه ابوالقاسم لاهوتیه که ما اومدیم ببینیم خونه زندگیش چی هست. اینجا هم لوحه‌اش زدن موزه کردن و جالبه بدونید که اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان سالانه یک جایزه به بهترین خبرنگار میده. امسال به من شاید و اون اسمش جایزه لاهوتیه. در موزه اینجاست و درش هم باز خوشبختانه. به به ابوالقاسم لاهوتی تندیسش در ورودی خانه‌اش. این بالا هم نوشته یک نفس در زندگانی فارغ از کوشش نبودم و واقعا راست گفته. حالا اینجا میفهمیم در این خانه خودش اینجا قدم زده بوده روزی. این پدرش زمانی که در کرمانشاه به برادرش و چه جالب و نامه‌هایی که به برادرش مینوشته این برادرش بوده و اصلا کاملا یه قیافه دیگه بوده لاهوتی. همون واقعا شاعر بوده که ما فکر می‌کنیم مال قرن 7 هجری ولی مال قرن 19 و 20 بوده و زادگاهش کرمانشاه که اون موقع چقدر کوچیکه و دوران مشروطیت که میپیونده به مشروطیت لشکری تشکیل میده آذربایجان و اینم ستارخانه و اینم نشرش در فرانسه و دوران جوانی و نوجوانی و اولین شعرش در قرن 19 میلادی گفته شده. درست آخرین سال قرن 19 1899 قرن 19 گفته بوده میلادی. این آغاز قیام لاهوتی بوده در ایران و بعدش فرار میکنه به روسیه شوروی و از اون به بعد اینجا شروع میشه. وقتی به اینجا مهاجرت کنه این میزش هست، میز تحریرش به احتمال گل و اینم صندلی بوده که روش میشسته. مثلا خوبم هست خیلی. خرابکاری نکنید. بدون شک رادیو بی بی سی زبان فارسی اون موقع اینجا بوده میشنیدن. رادیو مسکو به زبان فارسی بوده و آلمان هم زبان فارسی داشته ولی ایشون خب زبان‌های مختلف روسی رو بلد بوده، فرانسه بلد بوده، انگلیسی بلد بوده و به اینا گوش می‌کرده. درود. حال شما خوب هستین خانم؟ خوب. شما ایشون حافظ یا نگهدارنده؟ بله. این خانه این منزل برای خلق تاجیک خیلی مقدس بوده است و تشکیل آثارخانه نیز یعنی موزه‌ای که درست شده به خاطر عرض سپاس و احترام خلق تاجیک است نسبت خدمت‌های استاد به این مردم به مردم تاجیک به خلق تاجیک. اتفاقا اینجا هم تو این دیوارا میشه دید این گذشته هایی که شما دارین ازش صحبت میکنید. لاهوتی با دوشنبه به تاجیکستان میآید. این اولین برگ خود لاهوتی گفته است چون شنیدم کشور با نام تاجیکستان شوروی هست که در اونجا آثار فردوسی و سعدی را خلق همچون در ایران من میخوانند و پست میدارند و من از پارتیا خواهش کردم یعنی از حزب کمونیست خواهش کردم که مرا به آنجا فرستند. شما میدونید چرا اومد به روسیه؟ زمستان سال 1922 وقتی که شورش به نام شورش لاهوتی شکست میخورد در ایران در آذربایجان بله در تبریز وقتی که شورش شکست میخورد لاهوتی با چند نفر به خاک اتحاد شوروی پناه میبرند. یک سال آنها در شهرهای باکو و نخجوان زندگی میکنند و سال 1923 به مسکو البته شما که میگین آذربایجان ازشون جمهوری آذربایجانی که در زمان قاجارها جدا شده از ایران و به روسیه تزاری داده شده بود که اینجا هم عکس خانوادگیشون هست. سلسله بانو کجایی بودن ایشون؟ یا سنسیلیا؟ در کیف تولد شدند در اوکراین. بله. اینم خانواده هستن. اینم بچه‌هاشون. 3 فرزند دارن. چیه؟ لیلا، گیو و دلیر. لیلا، گیو و دلیر نامه. اینا در حال کارن. خود لاهوتی میگوید که سلسله بانو برای من هم رفیقه حیاتی است هم رفیقه کاری چون که همه کارهای آنها یک جای عملی می شدند.
ببینم به احتمال خونه خودشه خونه خودش در مسکو. در مسکو هستش. و اینجا میبینم که به فارسی نوشته. این چی هستش؟ این یکی از سرودهای اولین لاهوتی، همچون گیمنی تاجیکستان. گیمن یعنی سرود ملی. چطوریه آهنگ؟ چو دستی روس مدد نمود. بعد دیگه چی؟ برادری یه خلق سود سوویت یعنی و این هم بازمانده های معنوی و زندگانی ابوالقاسم لاهوتی هستش. اولا این دیوان لاهوتی به زبان فارسی، این هم دیوان لاهوتی. شعرهای این دیوان انعکاس دوره‌های مختلفی است، از شروع به مبارزه برای مشروطیت ایران 1908 تا شرکت در ساختمان سوسیالیسم در CCCR یعنی USSR یعنی اتحاد جماهیر شوروی گفتم، بادکوبه اوت 1922 مسکو. این چاپ شاید تو ایران نباشه برای اینکه مال اینجاست. اینم عکس خود لاهوتیه. بسیار نفیسه. و این هم شاهنامه فردوسی شاهنامه به روسی ترجمه شده. این اثر خیلی با ارزشیه که لاهوتی به همراه همسرش سیتسیلیا که خودش بهش میگفت سلسله بانو ترجمه کرده بود، این رو مینویسن و شاهنامه فردوسی رو ترجمه میکنن به زبان روسی که برای فرهنگ ما بسیار با ارزشه، برای تمام فارسی زبان و تمام این ملت هایی که شاهنامه بهشون تعلق داره. و یک شعری هم در این زمینه گفته که روی دیوار اینور هست: رفیقان اگرچه نه من طوسیم، ابوالقاسم اولاد فردوسیم. این خیلی جالبه. این پیرهن شخصی خود لاهوتیه که سالها دست نخورده، لای نایلون بوده و همینجور تا خورده دست ما اومده. با عزتون برای اولین بار بعد از مدت‌ها باز کنیم، انگار بدن لاهوتی رو اینجا ظاهر کردیم. بله این پیرهنش اندازه‌شون تقریبا اندازه من بوده. حتی یه لکی هم هست روش مثل ما که این لکه هیچ وقت نرفته. جنگ جهانی دوم زمانی که استالین بوده همه یونیفرم داشتن و این سفید اون هستش به اعتماد. این کیف شخصی لاهوتی هستش که درس‌هاش هم باز شده. مثل همه ما یا وقت نبوده یا بعض وقتا بابا حالا یکی دیگه میگیریم. و داخلش این گنج نهفته است. ملاقات لاهوتی با سعید نفیسی و همینطور ژاله بدیع شاعر. عکس بسیار جالبی از دوران گذشته. ولی خب باز هم ما اینجا داریم این دستخط خود لاهوتیه که روی کاغذ پاره یادداشتاشو مینوشته، شعرها رو مینوشته که به برنامه هم ربط داره. این متن یک ترانه است برای یک آهنگی که برای نوازندگان تاجیک نوشته: عید آمد و من آمدم عیدانه بگیرم، با قیمت جان بوسه و جانانه بگیرم. و اینجا هم به روسی انگار نوشته که این رو برای نمایش بهشت نوشتم، برای اون دراما. من تئاتر لاهوتی 1932 داشتن میساختنش که الان پابرجاست هنوز، ولی یه خوره عوض شده ورودیش. این هم نوازندگان گروه تئاتر لاهوتی هم عکسشون رو میبینین که خیلی از این آهنگایی که به اسم لاهوتی اومده بیرون رو شاید اینا نواختن یا براش زدن، مثل همین آهنگ یار مسچاهی. و بالاخره بعد از سالها ما تمام شواهد رو جمع کردیم و از گروه شمس خواستیم که یار مسچاهی رو دوباره اجرا کنه. یار مسچاهیم، یار مسچاهیم، بت تاجیک من، یار مسچاهیم، کمر باریک من، یار مسچاهیم، شام تاریک من، صبح صفا کن جفا دیگر بس است، آخر وفا کن یار مسچاهی. شان شان کردی مرا یک بار دیوانه کردی یار مسچاهی، یار مسچاهیم، یار مسچاهیم، بت تاجیک من، یار مسچاهیم، کمر باری
چشمان